سلام، به مرور مهمترین های روز از یک خوش آمدین. رسانه ها در ایران از انتقال چند مصدوم در بامداد روز چهارشنبه در پی حملات هوایی جدید آمریکا به نقاط در سواحل خلیج فارس و تنگه هرمز خبر دادند. بنابراین گزارش ها کسانی که در اثر تراکش بمباران و حملات موشکی آمریکا در حوالی روستای سیریک مجروح شده اند به بیمارستان ها در مینا منتقل شدند. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام بامداد روز چهارشنبه اعلام کرد که در پاسخ به حملاتی که روز سه‌شنبه به 3 نفتکش در خلیج فارس شده بود، به 80 هدف در جنوب ایران حمله کرده است. ایران این حملات را نقض آشکار تفاهم‌نامه میان این کشور و آمریکا دانسته که در آن توافق عملیات نظامی دست کم در 60 روز تعیین شده در تفاهم‌نامه مورد توافق دو طرف قرار گرفته بود. خیلی وحشتناک بود. در حالی که درگیری‌های روزهای پسین میان ایران و ایالات متحده امیدها به حفظ آتش بس را به شدت تضعیف کرده بود، بامداد امروز چهارشنبه جنگ میان دو طرف بار دیگر شدت گرفت. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده است که در واکنش به حملات اخیر ایران به 30 کشتی تجاری در تنگه هرمز بیش از 80 هدف نظامی را در ایران هدف قرار داده است. همزمان واشنگتن معافیت فروش نفت ایران را نیز لغو کرد و این اقدام را بخشی از پاسخ به حملات اخیر تهران دانست. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست ناتو در آنکارا اعلام کرد که از نظر او آتش بس میان واشنگتن و تهران پایان یافته و دیگر تمایل به ادامه تعامل با جمهوری اسلامی ندارد. او با اشاره به حملات بامداد چهارشنبه آمریکا گفت این عملیات 20 برابر شدیدتر از حملات پیشین بوده و هشدار داده هر گونه حمله تازه از سوی ایران با پاسخ سخت‌تر از سوی آمریکا روبرو خواهد شد. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? به نظر من این موضوع تمام شده است و دیگر نمیخواهم با آنها سر کار داشته باشم. آنها آدم‌های بیمار هستند و تا جایی که به من مربوط می شود سر کله زدن با آنها فقط ائتلاف وقت است. همه توافق کردند که آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. ما به توافق می رسیم، اما آنها بعداً در برابر رسانه‌ها وانمود می کنند که اصلاً چنین گفتگویی انجام نشده است. یک جای کار می لنگد. آنها یا دیوانند یا آدم‌های نامتعادل هستند. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. در مقابل سپاه پاسداران از حمله موشکی و پهپادی به پایگاه‌های آمریکا در بحرین و کویت خبر داد و مدعی شد یک پهپاد آمریکایی MQ-9 را نیز سرنگون کرده است، ادعایی که تا هنوز واشنگتن آن را تایید نکرده است. همزمان تهران حملات جدید آمریکا و بازگشت تحریم‌های نفتی را نقض تفاهم آتش‌بس خواند، در حالی که واشنگتن ایران را به نقض آتش‌بس و تهدید امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز متهم کرده است. ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ گفت ملت ایران از تهدیدها و عربدکشی‌ها هراس ندارد و برای مقابله با هر گونه اقدام احتمالی از سوی دشمنان آماده است. همچنان بهنام سعیدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران نیز گفته است که تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن به دلیل نقض مکرر از سوی آمریکا دیگر اعتبار ندارد. او همچنان تاکید کرد تصمیم گیری درباره تنگه هرمز تنها در اختیار ایران است. از بعد استیصال اومده مذاکرات شروع کرده، ولی کاملا معلومه که این مذاکرات رو با شکست مواجه خواهد کرد. چند تا عامل هست که حالا من سر فرصت اینا توضیح خواهم داد در بحث‌های دیگه. پیشبینی من اینه که خود آمریکا همین امضایی رو که انجام داده، این امضا را مثل برجام این رو در عمل پاره میکنه. این بالا میگیره اما در عمل اینو پاره خواهد کرد. نمونهش همین کاری که در جنوب تنگه هرمز اومده از آبهای ساحلی عمان میخواد استفاده کنه، میگه این تجاریه. در میانه این درگیری‌ها گفته می شود که برخی متحدان خاورمیانه‌ای در تلاشند با ارسال پیام‌های به تهران و واشنگتن از تشدید درگیری‌ها جلوگیری کرده و آتش بس را حفظ کنند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که برای اشتراک در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای به عراق سفر کرده بود، بامداد روز چهارشنبه به تهران بازگشت.
قرار است تشییع جنازه عمومی روز چهارشنبه در شهر نجف و سپس کربلای عراق که از پایگاه‌های اصلی جمعیت شیعه در این کشور اند برگزار شود. پس از آن روز پنجشنبه مراسم خاکسپاری رهبر سابق جمهوری اسلامی ایران در شهر مشهد برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نشست ناتو در انقره گفته گرینلند باید تحت کنترل آمریکا باشد و دنمارک به این منطقه توجه کافی ندارد. و همچنان از آمادگی‌های واشنگتن برای لغو تحریم‌های ترکیه و بررسی فروش جنگنده F-35 به این کشور خبر داد. ترامپ بار دیگر از اعضای اتحادیه اروپا خواست هزینه‌های دفاعی خود را افزایش دهند. همزمان مقام‌های ناتو از توافق اولیه برای خرید تجهیزات دفاعی به ارزش دست کم 50 میلیارد دلار خبر داد. محور اصلی این نشست افزایش بودجه دفاعی جنگ اوکراین، ایران و آینده همکاری‌های ناتو بوده است. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر بدرود.